سلام علیک. اومدیم وارد تعویض لنت چرخ جلوی پیژو پارس. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب جک زدیم زیرش، بعد چرخ جلو رو میخوایم باز کنیم. بعد اینکه چرخ رو باز کرده فرمون کامل سمت شاگرد میدی. بعد با یک پیچ یه طرف لنتو میگیرید و فشار میدید تا این قسمت پمپ بره تو، تا لنت رها شه، آزاد سازی شه. بعد از اینکه کامل آزاد شد، پیچای پایینشو باز میکنی. با دو تا آچار 14 و 15 پیچ پایین رو کامل باز میکنیم تا پمپ ترمز رهاش آزاد شه. موقعی که پمپ ترمز رو باز کردید، مطمئن شید این قسمت پمپ کامل رفته باشه داخل تا لنت به صورت صحیح جا بخوره و لنت ها رو همونطور که بود همون مدل جا میزنید. لنت ها را خوب به صورت صحیح جا بزنید که این فنر کامل و صحیح همینجوری که میبینید اینجوری باید باشه. پیچ جا بزنید و سیم لنت رو وصل میکنی. دوباره آچار 14 و 15 که محکم و صحیح بسته بشه. و اگر میخواستی لنت خوب استفاده کنی، لنت فوردو بهترین لنت خارجی ساخت کشور ترکیه، هم خیلی خوب کار میکنه و عملکرد خیلی خوبی هم داره. خب بعد از اینکه کامل جا زدی، پیچ و بسته محکم شد، دو تا پدال ترمز بزنید تا پرشه. این قسمت که میبینید کامل به صورت صحیح پرشه تا لنت محکم به دیسک چرخ بچسبه. و بعد از اتمام کار فرمون راست میکنیم تا لاستیک ماشین رو جا بزنیم. موقع بستن رینگ پیچا رو به صورت ضربدری ببندید تا جا که میتونه سفتش کنید و بعد جک بیاری پایین و محکم تر کنید.